سعادت محمدجانوی 41 ساله بیش از یک سال می شود که با 4 فرزند نابالغ و یک شوهر بیمارش در اینجا زندگی می کند. مکانی که گرم کردن آن در این سردی ها غیر امکان است. خود نیز به بیماری گرفتار بوده امکانیت کار کردن ندارد. سعادت می گوید از سوراخ‌های در و تریزه و تخخانه همیشه شمال وارد خانه اش می گردد. از بس که دیگر امکانیت نداریم مجبور در همین شرایط زندگی نماییم. علاوه می کند شمال مگنده سخت می شود. گیر با گیر تا می خورد تا اترم گلیمومو را بلند می برداره. گلیمومو بالا می خیزه. شب که خواه می رویم کودک دستش که ای کورپا بیرون کنه دستش یخ می کنه. گیره کده می خیزه که یخ کم گفته. تو تای کورپاش می کنیم تو دستش گرم می کنیم. بسیار وقت شب می شود که علو می کنیم. نمی شب می خیزیم علو می کنیم. ای زمین بخد خونکی می درویه. ای بالا خونکی می درویه. خانه که هست تست گریپ می شوند. شوهرش به مردیکاری مشغول بوده سلامتی خوب ندارد. اگر که کار پیدا کند به خانه نان می آورد. حالا کار پیدا نمودن هم مشکل است و همسایه ها گاه گاه کمک می کنند. ابراز می دارد وی. این خانواده سالهای 90 عصر گذشته از شهر دوشنبه به گلستان کوچ بسته آمدند. تا سال 2015 هم در خانه خوشتامنش زندگی می کردند. پس از مشکلی اقتصادی خوشتامنش نیز خانه را فروخت و زندگیشان به مشکل روبرو گردید. حالا والدین خود و شوهرش نیز وفات کردند. دادر و خواهران من و شوهرم امروز شرایط وزنین دارند. به مقامات دخلدار مراجعه نمودیم. از بس که حجت عید جای زیست نداریم کسی از مسئولین به ما کمک نمیکنند. میگوید سعادت. حکومت رفتم فقط پروپیسکا میگن. پروپیسکا میگن بعضی که پروپیسکا که موندی کاغذ کمیزاتی تا توقع میکنی همون حجت بعد ما یاردم میتیم. ما شرایطی ندارم که دکومنت تیار کنم. حاضر هر یک دکومنت هم پول میشوه. پروپیسکا در کجا میمونه که جای پروپیسکا مانی ندارم. یکم خیش تاور مادایی جا نیست که بگم времени هم باشه که بمانم که ما پاسپورت کنم ای قفای دکومنت شم. اونجا کار کردن میخواید شما؟ میخوام کار کنم میکم سلامتیم که ساز نیست کار کردن نمیتونم. میکردم وقتش دا که سلامتیم که ساز بود رنگ دیگه زنکو زمین میبرامدم کار میکردم. پیاز سبزی تا کار میکردم. حاضر که دولین سر زده چریبنوی دولینش دگین با کمک هم فرزندم ما بیرون نبرم میدارم. توقع گشته نمیتونم. سرم که تو میخوره یادو بار توقع برامدم غلطی دا بودم برای همون کودکا که ایش عبید خون که هسته تو عبید تا این نگاه میکنه اپاش بیایه با این مکتب میره با وای نگاه میکنه این طریقه دل مکاشته. این خانواده در نزد قبرستان شهر گلستان زندگی نموده حیات وزنین را پس سر می کند. راههای ناآباد و مکان سرد و سرشمال آنها را نگران کرده روای فرزندان را هم به مکتب دشوار کرده است. از این خاطر از شخصان خیرخواه و سخاوتمند کمک می پرسد که تا حد امکان یاری رسانند. زیرا که کودک 3 سالش نیز بیمار بوده به طبابت نیاز دارد اما برای معالجه مبلغ ندارد. همه بولچنی کرده بودمش کمک با پروس خیزوندمش 1 تا 5 سالگیش بعد لیچنی کنم حوض شرایط ندارم. آی پریریفکاشم گرفتگی نیستم راستیگه. برای تو ما لیچنی سرش نگیرم دکتر نیرپاتول تو اجازت ندید که پریریفکا گرفتنده هوای پریریفکا گرفتگی نیستم. کودک 3 سالش دسته ولی لیچنیش مونده میخواد. ایسای بکی پول نداریم شرایط مواظبینه. خدا عمری همی کارگرای شفیرکار درست کنه با وایو کمتون یاردم دادستن. وقتی که دستالایشون اوقاتشون که میمونه هوای درست میکنه. کسانی که امکان کمک نمودن به این اویله را دارند می توانند که به کارت دوشنبه سیتی به رقم های 92 277 45 16 مبلغ گذرانند و یا با همین رقم تماس بگیرند. دستگیری نمودن همدیگر و یاری رسانیدن به یکدیگر از عملهای نیک و خیر و ثواب به شمار می رود. قین زندگی کنیم که صبر طاقت کردیم. شوهرتون چیکار میکنه؟ مردی کار بزرگه. روزش دا 40 سوم 50 سوم کار میکنن. حاضر هوا خانه که هست کار نیست بسیار. میروم بسیار وقت تا بیت گشته میبیاین کار نیافتم گفته. ایسایی که پای راستشون در آهنگ که دارم پاشون ورم میکنه درد که طاقت کردن نمیتونن گشته میبیاین. همه برادران اپا انتیجا دارم که یاردم تیم به فرزندای من. اجنه یک زمین بخرم برای من. 1 ساعتی کم باشه که بخرم 2 تا خانه هم بردارم که
сарушон айдари хонаи хичондурун боша ки биган ки мо хона дорем. гузориши Афзал Босулев, Равшан Тоҳиров, Азия.